ویدیوی قبلی از کوچکترین تفنگ آغوش دستی ایران براتون رونمایی کردم که خیلی خفن بود. اما امروز براتون بزرگترین تفنگ آغوش دستی ایران آوردم که خیلی بزرگ و خفنه. قدش اندازه یه بچه خیلی کوچولو میمونه. کلش بی‌نظیره، اصلا نمیشکنه و واقعا قدرتمنده. از کوچیک تا بزرگ همه میتونن استفاده کنن، به خاطر اینکه هیچ قدرت خاصی نداره که درد داشته باشه. از بردش میخوام بگم، بردش بی‌نظیره، واقعا برد خیلی طولانی داره و دقت هدفگیریش هم بی‌نظیره. هر نشونه‌ای میخوام بزنیم از سرعتش بگم، سرعتش هم بی‌نظیره. فقط کافیه چند بار سلافه بزنید و دستتون رو ماشه نگهدارید و تا بی‌نهایت میزنه. چرا گفتم تا بی‌نهایت؟ به خاطر اینکه مخزن آبش خیلی زیاد جا میگیره. از دریاچه ارومیه جا میگیره. حتی موقعی که دریاچه ارومیه آب داشت. خلاصه اینکه اسباب بازی خیلی خفنی، پیشنهاد می‌کنم حتما بخرید. به خاطر اینکه هم واسه تفریح خیلی خوبه، هم که خیلی حال میده و هیچ درک نداره. فقط متأسفانه که قیمتش تو کشور ما کم زیاده. اگر از این ویدیو خوشت اومد، حتما ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن. و اگر بازم می‌خوای از این ویدیو خیلی خفن ببینید، حتما یه سری به چنل ما بزن.